يكمل إيماني. خداوند تبارک و تعالی چندین بار در قرآن عظیمشان صلح را بیان کرده است. پس بیایید پیام صلح رسانیم تا مسئولیت اسلامی خود را به جا آریم و خداوند از ما راضی باشد. The emanating models of God. You learn Sanskrit, go back to your scriptures, go back to your Vedas and realize that God is one. Division in Islam is prohibited. We understand the concept of God in Hinduism. Quran is the most positive book. Every day, more than 3,000 fetuses are being aborted in India after they identified that they're females. According to the statistics of 1996, US Department of Justice, 2,713 women are being raped every day. Every 32 seconds, one woman is being raped. I've been raped in US till the time I'm here. Islam has the solutions to the problems of the West. السلام علیکم. سوال من چنین می باشد: آیا ما مسلمانان اجازه داریم تا با یک غیر مسلمان السلام علیکم بگوییم و یا اگر یک غیر مسلمان به ما السلام علیکم بگوید می توانیم علیکم السلام بگوییم؟ برادر ما سوال خوبی پرسیدند. اونها گفتند که آیا ما می توانیم برای غیر مسلمانان السلام علیکم بگوییم و یا آیا غیر مسلمان می تواند با گفتن السلام علیکم ما را استقبال کنه و ما برش بگوییم و علیکم السلام؟ و ما در این رابطه بیشتر شنیدیم از تعداد زیاد از پیشواهان اسلامی که اونا میگن که اگر غیر مسلم برای شما میگویند که السلام علیکم، شما برایش بگویید علیکم. که در این رابطه اگر شما حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم شریف مطالعه کنین که حدیث شماره 5390 می باشد، آنجا در میابید که 11 حدیث صحیح از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحریر شده در این رابطه که اگر حدیث اول را مورد مطالعه قرار دهید، آن وقت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کلام شیرین خود چنین بیان کرده است که اگر عیسوی برای شما میگوید که السلام علیکم، آن وقت شما بگویید که مرگ باد بر شما. چرا؟ السلام علیکم در عربی به معنای مرگ باد بر شما آمده است و وقتی که او میگوید السلام علیکم شما بگویید علیکم، یعنی مرگ باد بر تو همچنان و شما مجبور هستین که باز هم برایش بگویید که علیکم، یعنی مرگ باد بر شما همچنان. و تعداد از پیشواهان اسلامی هستند که آنها میگویند که اگر کسی شما را با گفتن السلام علیکم استقبال کرد، شما هم برو و علیکم السلام استفاده کنید که خود این مورد بهترین مورد برای یک مسلمان خوب به شمار می رود. اگر شما سوره نساء سوره 4 آیه 86 در قرآن عظیمشان مطالعه کنید، دقیق شوین، از آنجا میابید که به طور واضح بیان شده است که اگر کسی شما را توهین کرد، شما بیشتر بکوشین که در رابطه به حرفهای او از خود مقاومت و استقامت نشان بدین. یعنی به این معنا که اگر کسی شما را با گفتن حرفهای بد استقبال کرد، شما هم همچنان پیش رفته و کار کنید که به نفع جامعه خود شما خصوصا در ارتباط با مسائل دینی و اسلامی باشد. در رابطه با اینکه چگونه ما و علیکم بگوییم و یا جواب مقابل شخصی را که بر ما سلام میته او را اجرا کنیم، در این رابطه همونطور که براتون گفتم تعداد زیاد از پیشواهان که میتونیم بگیم اکثریت از پیشواهان میگن که کسی که میگه السلام علیکم برش بگوین که علیکم. ولی قرآن عظیمشان در سوره مریم سوره 19 آیه 47 به وضاحت بیان میکنه که
زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام را پدرش از خانه بیرون کرد، آن وقت حضرت ابراهیم علیه السلام به پدرش گفت که السلام علیکم، یعنی به این معنا آمده است که من به درگاه خداوند متعال دعا خواهم کرد تا شما را مورد بخشش قرار دهد. باز هم اگر شما سوره طه سوره 20 آیه 47 در قرآن عظیم‌الشان را مورد مطالعه قرار دهید، آن وقت در میابید که حضرت موسی علیه السلام و یک جا با حضرت هارون علیه السلام زمانی که به خاطر انتقال دادن پیام خداوند برای قوم خود به پیش رفتند، آن وقت با گفتن کلمات خوب آنها را استقبال کردند و آنها گفتند که صلح باد بر شما کسانی که پیام خداوند متعال را در میابید. باز هم در سوره فرقان سوره 25 آیه 63 آمده است که کسانی که شما را با گفتن حرفای بد مخاطب قرار می دهند، آن وقت شما بگویید که صلح باد بر شما، بگویید قالوا سلاما، آنها را به طرف صلح بکشانید. که باز هم در سوره قصص سوره 28 آیه 55 آمده است که هر کسی که علیه اسلام پروپاگاند می کند برایش بگویید در نهایت که برای ما عقیده ما و برای شما عقیده ایتان، صلح باد بر شما. قرآن عظیم‌شان میگوید اگر کسی پروپاگاند غیر علیه راه حق دارد، آن وقت او را به طرف صلح بکشانید و به صلح دعوتش کنید، بگویید صلح باد بر شما. اینجا در سوره مریم سوره 19 47 در قرآن عظیم‌شان آمده است که ابراهیم علیه السلام به پدر خود گفت که صلح باد بر شما. که بنابر همین آیه از قرآن عظیم‌شان تعداد زیاد از پیشواهان اسلامی میگویند که اگر کسی به شما با گفتن کلمات بد سلام میدهد، آن وقت شما هم عکس العملی داشته باشید که بیشتر این عکس العمل مثبت تشریح شده است. که در تفسیر تبری شریف آمده است که این موضوع کاملا واضح شده است که باز هم تعداد از پیشواهان در مطابقت با آن پیش می روند که آنجا هم حین مورد به وضاحت مورد تشریح قرار گرفته. حالا تعداد زیادی از پیشواهان بیان کردند که بنابر این تفسیر شریف السلام علیکم خود جمله ای است که ما آن را ادا می کنیم و بالاخره هدف ما مثبت است و دیگران را به طرف صلح می کشانیم و صمیمیت از خود به ملاحظه می رسانیم. ولی در سوره ممتحنه سوره 60 در قرآن عظیم‌شان آمده است که خداوند متعال اشخاص عادل را دوست می دارد و خداوند همیشه با کسانی است که آنها عدل در نظر می گیرند و اگر کسی همزمان نه با شما در مقابله با دینتان قرار دارد و پروپاگاند می کند و نه شما را مجبور ساخته است که از محل ایشان دور بروید، بنابراین بکوشید آنها را به صلح دعوت کنید، آنچنانی که حضرت ابراهیم علیه السلام در حالی که پدرش او را از خانه بیرون می کرد با گفتن السلام علیکم پدر خود را به طرف صلح کشاند. و اینجا این جمله بیشتر به معنای این آمده است که در آن نیازمندی به خاطر حمایت بیشتر شخص مقابل گنجانیده شده باشد، بلکه این جمله فقط بهترین استقبال از دوست است و کسانی که مخاطب شما هستند. حالا اگر شما دقیق شوید که تعداد از پیشواهان میگویند که اگر کسی به شما گفت که السلام علیکم شما بگویید علیکم، یعنی او میگوید که مرگ باد بر شما و شما میگویید که علیکم یعنی مرگ باد بر تو همچنان. ولی تعداد از پیشواهان میگویند که اگر اشخاص بیگانه به شما گفتند که السلام علیکم و اونا منظور دیگری نداشتند، شما هم برایشان بگویید که و علیکم السلام. که من با می تعداد از پیشواهان موافق هستم که میگویند
بیگانه ها را با گفتن السلام علیکم استقبال کنید. سلام علیکم. من سوال دارم که میخواهم بپرسم. نکتایی یک نمونه خیلی بارز از مسیحیت است. پس شما جناب نایک چرا نکتایی میبندید؟ سوال خیلی خوب را خواهرم پرسیدند و من بسیار دوست دارم که چنین سوالات را بشنوم و به او جواب ارائه کنم، به خاطر از اینکه شما خود میدانید که غلط فهمی‌های زیاد را در دین مقدس اسلام دور میکنه. خب خواهرم پرسیدند که چرا شما از نکتایی استفاده میکنید، گردنبندی که علامه مشخص از دین مسیحیت است. ولی من میخوایم به خواهرم بگویم که ما در هیچ جا از کتاب مقدس سطری را نخواندیم که در او سطر آمده باشه که گردنبند یا این نکتاهی علامه مشخص از دین مسیحیت است که نباید دیگران از او استفاده کنند و او را در قسمت گلوی خود ببندند. شما هیچ سطر را در کتاب مقدس و یا ترجمه کتاب مقدس که به زبان انگلیسی در زمانه فعلی قابل دسترس است پیدا کرده نمیتونین که بنا به او شما این موضوع را مهم بدانین که چرا مسلمان ها از علامت مشخص دین مسیحیت استفاده میکنن و خود را ملبس با یک گردنبند یا نکتایی میسازند. دوستان گرامی، در مجموع ما میخواهیم این را بگوییم که اگر موارد علیه دین مقدس شما یعنی دین مقدس اسلام قرار داشته باشه و اونا اگر شما دقیق شوین بیشتر در مشابهت با علامات باشه که بیگانه ها یعنی عیسوی ها با او سر و کار دارن، در اون وقت شما مجبور هستین که از او استفاده نکنین. ولی در غیر از او ما چالش میدم که اگر سطر در کتاب مقدس دریافت شد که شما او را پیدا کردین و در او آمده بود که این نکتایی علامه خاص دین مسیحیت است، او وقت ما اولین کسی خواهد بودم که نکتای خود را از گلوی خود باز کنم و هیچ کس را هم اجازه نخواهم داد که دیگر از نکتایی استفاده کنه و از همگی خواهش خواهم کرد که این نکتایی را که علامت دین مسیحیت است از گلوی خود دور نگه دارید. ولی اینطور نیست، در هیچ جا از کتاب مقدس این موضوع نیامده و این را به وضاحت برایتان بیان کردم. از طرف دیگر من هم نمیگویم که بستن نکتایی در گلو فرض است، این را نمیگویم، ولی این یک لباس است، یک عنعنه است. هر کسی که دوست داره میتونه از او استفاده کنه، در قسمت گلوی خود را ببنده و بیشتر کسایی که سر و کار دارن با مسائل تبلیغ و صحبت کردن روی استیج ها، اونها همیشه مجبور هستند که با تمام مشکلاتی که دارن خود را امو چهره خود را ملبس با لباس بسازند که بالاخره او در مطابقت با جوامع قرار بگیره که در اونجا اونا سخنرانی میکنن. و حالا فکر کنین اگر شما بسیار جدی میگیرین موضوع را، پس نباید از موتر هم استفاده کنین، چرا که موتر ساخته دست غربی هاست و اونا کسایی هستن که اصلا در مطابقت با دین مسیحیت قرار دارن و بنابر اساسات همون دین پیش میرن. بنابراین اینجاست که واضح میشه اگر موارد برخلاف دین شما عمل میکنه و شما رو وامی داره به اینکه از دینتان دور شده در مطابقت و مشابهت با موارد و اوامر ادیان دیگر و در خصوص مسیحیت پیش برین، شما او کار اصلا انجام ندین و از او دوری بجوین. و اگر اینطور یک مسئله در بین نیست، شما چرا اینطور بیان میکنین که گویا نکتایی علامت دینی مسیحیت است و ایره دیگرها باید استفاده نکنن؟ این فقط یک لباس است، یک عنعنه است که هر کس میتونه از او استفاده کنه. اگر کسی دوست نداره و میتونه ایره دور نگه داشته باشه از بدن خود. من موافق هستم که تعداد از پیشواهان اسلامی را بد میدانن و میگن که علامت مسیحیت است، ولی اونطور نیست. این در هیچ جا از کتاب مقدس هم نیامده و اسلام یعنی اساسات اسلامی قرآن عظیمشان هم این مورد رد نکرده. باز هم به وضاحت بیان میکنم که کتاب مقدس اصلا این بیان نکرده که علامت دین مسیحیت است. تشکر. السلام علیکم. سوال من این است که بعضی از مسلمان ها ریش نمیگذارن و بعضیشان هم کلاه نمی پوشن و استدلال اونا ای است که اگر اونا کلاه بپوشن و یا ریش بگذارن شاید اشتباهی از اونا سر بزنن، مثلا درو بگویند، غیبت کنند، که این یک لکه بسیار بزرگ برای اسلام است. و نظر شما در رابطه به این چی است؟ کار خوب است یا خیر؟
خب برادر ما سوال کردن که تعداد از مسلمانان هستند که اونها میگویند که ما نمیخوایم ریش بگذاریم و نمیخوایم که این کلاه را به سر داشته باشیم و بیشتر لباس های به تن داشته باشیم که متعلق به مسلمانان خیلی تندرو است و اونا میگن که علتش است که اگر ما گناهی را تصادفی انجام میدیم نمیخوایم که دین مقدس اسلام توهین شود و بیشتر ما در جنبه منفی قرار بدیم دین مقدس خود را. یعنی منظورشان این است که توجه داشتن به دین مقدس اسلام. ولی من میگم که برادر عزیز، اگر کلاه سفید و زیبایی را بر سر می داشته باشی و ریش زیبایی هم در قسمت زنخ، در این وقت اگر کسی را دشنام میدی، او شخص شاید بالای تو نفهمه به خاطر از اینکه ملبس با لباس های اسلامی هستی و فکر میکنه که او شخص نخواد و قدر شخص بد باشه که دیگران را دشنام بده. اون وقت فقط خداوند است که این مسئله را درک میکنه و در آخرت با تو قضاوت میکنه. ولی این کار تو باعث میشه که در دنیا از چهره تو تعداد دیگر اشخاص هم در مشابهت با او پیش برن و این مسئله را در بدن خود هم اونا پیاده بکنن که اونا هم مثل مسلمانان اصیل به نظر برسن. ولی به این معنی نیست که وقتی که تو ریش داری، وقتی که دروغ میگی، بازی ریش از گناه دروغ تو را دور نگه میداره و یا کلاه تو را از گناه دروغ گفتن، دزدی کردن و اجراءات بد تو را دور نگه میداره. ولی به اساس آنچه که قرآن عظیم الشان بیان میکنه میگه که اگر شما مسلمان هستین، مسلمان به معنای عقیده داشتن به خداوند متعال و سرفرود آوردن و احترام کردن به ذات حق است و میگه که اگر شما در راه حق روان هستین، بنابراین با تمام موارد که قرآن عظیم شان آن را بیان میکند شما خود را در مطابقت قرار بدین و با امو شرایط یک جای پیش برین و آنچنانی که قرآن عظیم شان بیان میکند در آنجا به وضاحت برای ما شما معلوم میشود که باید بدانیم که اگر ما کارهای بد اجرا میکنیم خداوند ما را درست و دقیق نگاه میکنه و اگر دیگرها با گفتن حرفای بد در مقابل دین حق میستن با اونا باید مبارزه کنیم و غلطی را از دین خود برانیم و اجازه ندیم که دیگران